به نظر من بیشترین چیزی که تو این دنیا بهش نیاز داریم قدرته. قدرت برای مبارزه و ادامه دادن. این قدرت هم میدونی چجوری به دست میاد؟ تنها و تنها از اعتماد به نفس و عزت نفس بالا. اعتماد به نفس و عزت نفس بالا چجوری به دست میاد؟ از اینکه دائما خودتو بابت اشتباهاتت سرزنش نکنی، خودتو ببخشی، به خودت حق بدی، بلنشی با ترسات مواجه بشی، خیلی از اون چیزایی که رویای رسیدنشو داری رو دنبال کنی، هدفاتو. از شکست هراس نداشته باشی، استقبال کنی، جزئی از زندگی بدونی. یه آدم بازاری به من میدونی چی گفت یه بار؟ گفت هر وقت باور کردی که پول تو خوردن و کلاهبرداری و از دست دادن مال جزئی از بیزینس بازاره، اون وقتی که هیچ وقت خودتو نمیبازی و ادامه میدی به اون روند شغلی و کاری خودت. میدونی مشکل خیلی از ما چیه؟ ما فکر می‌کنیم زندگی همش باید خوش و خرم باشه، توش خوشحالی باشه، توش همش حال خوب باشه، نمیخوایم تلخی‌ها رو قبول کنیم. بعد همین قبول نکردن، پذیرش نکردن خودش باعث میشه که اعتماد به نفس و عزت نفسمون خیلی بیاد پایین و بشیم مرده‌های متحرک. افسردگی اولین چیزی که میاد سراغ آدم. یعنی در واقع یا باید برای زندگی بجنگی ادامه بدی یا افسردگی بگیری و روحت بمیره دیگه.